درسته چیپسای بازاری خیلی طرفدار دارن، ولی چیپسای خونگی هم سالمن هم از لحاظ قیمتی خیلی به صرفه تر از چیپسای بازاری هن. بیا با 2 دونه سیب زمینی یه عالم چیپس خونگی سالم و خوشمزه و تازه درست کنیم. همینجور که دارید میبینید سیب زمینی ها رو پوست میگیریم. بعد از اینکه سیب زمینی ها رو پوست گرفتیم، حالا با هر وسیله‌ای که داشتیم اونا رو ورقه‌ای برش میزنیم. خیلی ها هم با چاقو میتونن ورقه کنن این سیب زمینی ها رو، ولی ورقه هامون باید نازک و یک دست باشه. سیب زمینی ها رو که اینجوری ورقه کردیم، حالا میایم توی آب جوش این سیب زمینی ها رو میریزیم و اجازه میدیم 3 دقیقه توی آب جوش بمونه. بعد از آب جوش بلافاصله اونا رو 3 دقیقه هم توی آب پر از یخ میریزیم. وقتی که سیب زمینی ها رو از آب یخ جدا کردیم، حتما روی پارچه تمیز پهن میکنیم و اجازه میدیم که سیب زمینی ها خشک بشن و همه آب اضافیش گرفته بشه. هرچی آبش گرفته تر بشه، سیب زمینی هامون تردتر میشن. حالا با هر مزه‌ای که دوست داریم این چیپسمون رو درست میکنیم که من بهش نمک و پودر آویشان، پودر سیر زدم. نوش جانتون.